پوری خانم سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ چطوری؟ شما خوبی؟ کجایین؟ داریم راه افتادیم. دارین راه افتادین؟ آره خمامیم. دیر راه افتادین بازم. بیدار شدید جمعجور کردیم دیگه اینجوری شد. خب پس حالا یه سر آفرین. هم نون فانتزی کوچولو هم یه بسته صافدونه. خب دست شما در نکنه دیگه داره میان دیگه باش. آره قربان مراقب باش. سلام علیکم. سلام. کی اومدی؟ همین الان. بریم که من امروز چه کارا برات دارم. به به چه هوایی. چه خبر؟ سلامتی. امروز میخوای چیکار کنی؟ امروز خیلی کار دارم. یه موضوع کلی هست که من همیشه برام جذابه. یه اسم شخصی هم براش گذاشتم به نام بداهه پزی. ایدهش از اینجا میاد که شما در یخچال رو وا میکنی، ببینی چی داری، با همون شروع کنی یه چیزی درست کنی. امروز میخوام از این ایده استفاده کنم چون من که خودم این کارو میکنم. تو میکنی اصلا از این کارا؟ آره یه وقتایی پیش میاد. غذای اینجوری من درآوردی درست میکنی؟ بله پیش میاد گاهو داری. هرچی تو یخچال هست نگاه میکنم با همون یه چیزی درست کنم سیر میشیم. سیرم میشی. من امروز میخوام اینو تبدیل به یه مسابقه هم بکنم. یعنی الان میریم یه سری مواد رو انتخاب میکنیم، شما سوا و منم سوا، و بعد با چیزایی که انتخاب میکنی باید یه غذای بداهه درست کنی. غذایی که تو درست میکنی و من میخورم، غذایی که من درست میکنم و تو میخوری. بریم؟ آماده ای؟ بریم. سخت شد. سخت هست. رفتم تو فکر. رفتی تو فکر. برو تو فکر. بریم. پوری خانم اول من یا تو؟ اول من. اول تو. نه اول تو. نه بیا. من نه. یا اینجا موقعی که میخوای انتخاب بکنی نباید نگاه کنی. من میرم اون و 16 تا مواد اولیه داریم. و تو از میونش 8 تا رو میتونی انتخاب کنی. من فقط از اون ور بهت میگم اینو میخوای یا نمیخوای. نمیگم چیه. نامردیه. اسمش هم ببر دیگه برام. اسمی دیگه. هر چی انتخاب کردی میذارم تو سبدت. ادویه آزاد، چاشنی هم آزاد، یعنی آب لیمو، آب قوراب، نه خواستی اون آزاد. تصمیم خودت، خواستی غذا نونی یا برنجی باشه اون هم آزاد. پوری خانم بله اینو میخوای؟ بیا. مطمئنی؟ تقریبا. این چی؟ بیار. اینو میخوای؟ بیار. بیارم؟ اینو چطور؟ نه؟ اینو چی؟ بیار. بیارم؟ مرغ نباشه فقط. از اینا میخوای؟ بیار. بیا حالا ببینی کدوم رنگیشو میخوای. زرد. این چطور؟ نه. این چطور؟ بیار. 1 2 3 4 5 6 تا شد. 2 تا دیگه داری. از اینا چی؟ نه. از اینا میخوای؟ بیار. بذار. با 2 رقم باقالی چی میخوای بکنی؟ یه کاریش میکنم. تموم شد؟ بگردم؟ بله. نونی یا پلویی درست میکنی؟ نونی. شد انتخاب من. حالا ببینم که چی میتونم با این درست کنم که چند تا شکم سیر شه. چند تا شکم؟ من و تو. بفرما. اینو میخوای؟ اونو بخوام؟ آره.
خب دست شما در نکنه. خواهش میکنم. خیلی خوب. خب این یکی رو چی میخوای؟ خیلی کار سخته یا بده. به دردت میخوره. آه خب تو به نظرم یکی در میون نکن، هر چیزی دادم بگو باشه. نه برای غذای من تصمیم نگیرم. باشه اینو میخوای؟ بده. فرمایید. این چی؟ نه پشیمون میشی. بده. سبزیجات؟ دوست داری سبزیجاتو؟ میخوای اینو؟ ها؟ نه خب این چی؟ زود باش. استرس نده دیگه. بده. بفرمایید. وای همه رو میگی وای. من ببین چه قشنگ قبول کردم همشو. بگو. آها یکی دیگه برداشتی؟ آره نه دیگه چیزی نمونده. از این چی؟ نه دیگه تموم شده. از این چی؟ نه از این چی؟ بده. حالا میخوای چیکار کنی؟ ماست. 1 2 3 4 5 شد 8 تا؟ نه چند تا دیگه مونده؟ یکی دیگه چی؟ آخرش با ظرف. خوبه؟ کامل شد؟ بله. ولی همه شکل نمیتونی دیگه. نه خیلی ممنون. من یه چند تا زردالو برمی‌دارم. خب دسر. اینم من نخود پخته، یه سری سبزیجات، ماست، سینه مرغ، یه فلفل، زردالو و کدو دارم. ببینیم چی می‌کنم. کی اول آشپزی کنه؟ شما. یه کاری کنیم، من میرم تو بیرون، همزمان آشپزی کنیم که برسیم بدیم به هم بخوریم. آره بریم؟ ظروف بیاریم. آره بریم ببینیم چی کار هم کنیم. من بیرون تو برو تو. خوبه؟ آره تو برو همینجا بزن دیگه. بریم که رفتیم همینطور. این مال منه. تو گوجه اصلا نداری دیگه. متاسفم. سیر پیاز سیب زمینی کدوم میخوای؟ پیاز. سیرم بده دیگه. اونجا ادویه هر چی خاصی آزادی. مثل خونه. خدافظ. 1 ساعت ها. 1 ساعت. ساعت بگی. خب گوشتو قلقلی بکنم، یه ذره نمک من تو تابه تفت بدم اینو. بعد با اون چیزایی که داریم یه غذای بامزه درست میکنیم. من با چیزهایی که دارم یه دونه فلفل دارم، نخود دارم و بعد اینا رو فکر کنم بهترین کاری که بکنم اینه که دسته‌بندیشون کنم. خوشبختانه ادویه آزاده، چاشنی هم آزاده، بنابراین با اونا شاید بشه ذره تفاوتی ایجاد کرد. مرغ که بهمون میگی چیکار کنیم، نخود رو ببریم یه جای دیگه و زردالو. با زردالو اول شروع میکنم. بیام اینجا سعی کنم که این بخش فیله‌شون رو ازشون جدا کنم. باحاله. یه ذره فرق میکنه چون شما وقتی دیگه توقعی ندارین در یخچال رو باز میکنین دیگه همونه که هست، ولی چون معلوم میدونستم هست بیشتر و نیفتاد برام اینجورم که حالا ماست هم نمیخواستم. حالا دیگه یه کارش میکنیم. من اینو همینجا میذارم رو شعله. فکر کردم که با این زردالوها اول یه سس مارمالادی درست کنم. خب کم هم هست، هم یه مقدار بسه. یه تیکه رزماری هم میندازم، چوب دارچین هم میندازم، یه کوچولو دلم میخواد توش سرکه بریزم و خیلی خوب. آقا این عادلانه نیست، من تک شعله‌ام، پوری خانم 3 شعله داره، بعد این اصلا جون نداره. من برم یه 3 شعله هم بیارم کنار، این نمیرسم، 1 ساعت نمیرسم، برم یه 3 شعله بیارم بیارم. کدوها با پوست خوشمزه تره. اینم از این. نمیدونم چقدر زمانم گذشته، انشالله که برسم.
یه خوراک خوب درست کنم تا من برنده بشم. مسابقه است دیگه، هم باخت داره هم برد. افشین از من زبلتره. من اینا رو اینجا آماده میکنم که سریع اینا رو میخوام تفت بدم دیگه وقتم نگیره. کجارم بعدن آخر سر چیز میکنم اگه بتونم روشنش کنم. خب باید قشنگ داغ بشه. از این باقلی هم داریم، باید چی کارش کرد؟ باقلی مازندرانی بهش میگن. دیگه قرار شد هر وسیله‌ای که داریم، هر مواد موجودی که هست توی این غذا استفاده کنیم. ببینیم چی در میاد. چه بوی خوبی میده روی گوشت. چه تابه مزخرفیه. باید تاباشو دوباره بشورم. خب حالا اینه که تفت دادم خالی میکنم و سبزیجاتم رو سرخ میکنم. با این تابه از عادت ندارم وامونده با استیک. اینو میدونم که به خاطر این زردآلوها یه مزه بیسیک یه ذره ملس خواهیم داشت. نخودو من چجوری به این وصلش کنم؟ نمی کنم، اصراری نیست. باش یا یه سایدی درست میکنم یا برین درخشی. فلفل رو میذارم برای نخود، سبزی ها رو میذارم برای نخود، ماست رو میذارم برای نخود. اینجوری کارمون رو سبک کردیم. لیمو میمونه برای جفتشون دیگه. همین دیگه. آره بنابراین اینجوری من جمعش میکنم. یه ذره شکری، عسلی، یه ذره یه چیزی میخوام. ببین شکرم تو هر خونه هست. من برم یه قاشق چای خوری شکر بیارم چون واقعا یه ذره شکر میخوام. اینو میبینین چه خوشگل شده. 2 قاشق مثلا مربا خوری یا چای خوری به این شکر اضافه میکنم. درش هم میذارم، نمیخوام آبش بپره. چه کارایی داره میکنه. خوبی میومد اون تو. رفتم توری بیارم نذاشتن نگاه کنم. به نظر میاد دیگه داره روغنمون داغ میشه. زردآلومونم شکر رو زدم ها. خیلی کم. گل از گل دارچینه شکفته. رزماری هم خوش عطرش کرده. من هم یک کمی نمک زدم، هم یک کمی شکر زدم، هم یک کمی تند و تیزی سرکه رو بهش زدم و الان هم یک کمی قوام افتاده آبش. خب ما زیاد هم نمیخوایم که مربا درست کنیم، به این آبش نیاز دارم. از روی شعله دیگه برش میدارم. به قرعمون فلفل افتاده. این فلفل رو میذارم کبابش کنم. پس زیاد نمیخوام. نخودم بی نمکه، اینجا بشه کمی نمک میزنم. فلفل سیاه بزنیم بهش. تو که چیت نشده که این خاموش شده بود بی بخار. چاقو بزرگم هم آوردم. آره یکم رزماری. چی میگی آقا؟ بپز دیگه، تکان بخور دیگه عزیز. این زردآلوه رو بریزم این تو. خیلی خوش عطر. این هست بمونه کنار فعلا. خوشم اومد. خب لوبیا سبزم بهش اضافه میکنیم.
نمک خیلی کم. مقدار شده خاطر اینکه رنگش خوب بشه. بوی اون لوبیاها با هم میکس شده و فلفل دلمه یه بوی خیلی خوبی بهش داده. در آخر داره نرم میشه. اینا رو دون میکنیم و قاطی سبزیجاتمون میکنیم. خیلی خوشگل و گوگولیه. خب البته اینم باید استفاده بکنم. تمر هندی چون افتاده تو قرعه من یه حالت ترشی خیلی تندی داره. هسته هاشو باید بگیریم. میشه هسته هاشم انداخت توش. بعد موقع خوردن در بیاریم. این هم هستیم. ما یه دری نیاز داریم بذاریم روش. خب لگه داره از کنیم خب حالا اینم میذاریم روش گوشتمونو که طعم این سبزیجات به خورد گوشتم بره. خشکه. خب به به چه خوش رنگه. حالا من این درشو میذارم یه مقداری مغز پختر بشه، برم ببینم افشین به کجا رسیده، چی کار داره میکنه. خدا کنه که من برنده بشم. یه ساعت هم شد؟ نه 35 دقیقه است. خوبه دیگه. خیلی خوشم شدم. برش میدارم. شوکی سلام. سلام دختر من. رزماریا رو بهش اضافه میکنم. پیازچه. اینا رو بریزیم تو. آفرین بچون. آفرین. یه قاشق یه ذره بیشتر. این بچه بره کنار. برقی در میارم. جان صدا میکنی؟ پیازچه از همین زردالو. روغن زیتون. یکم با دست فشارش میدم. بیشتر به خورده هم میرن و میذارمش این گوشه فعلا بمونه. همین شکلی. زردالوامو اول به پشت. خیلی داغه. اینجا چه خبره؟ نمک میزنم، بهشون فلفلم میزنم. تموم کردی؟ آره دیگه من دیگه کم به آخرای کار. خب ما که 20 دقیقه وقت داریم. خب مالی تو خیلی انگار تنوش بیشتره. پس کجا دیدی؟ تو الان باید با تعجب بیای بگی چی کار کردی چی نکردی. کار کردی با این همه مدت. من حالا زردالو کنار مرغ ندیده بودم. با قیسی چه فرق میکنه؟ آره اونم نمیدونم. همون دیگه.
در چه مرحله‌ای؟ من تقریبا دیگه باید آب لیموشو فقط لیموی تازه رو بهش بزنم. خاموش نکردی؟ من الان میخوام بکشم ها. نه تازه شده مگه؟ تمام شد دیگه الان دیگه. خب پس من برم اونو لیموشو بزنم دیگه مال منم بکش. من میام پیش تو. همونجا بخوریم. قشنگ دیزاین ها. با چی دیزاینش کنم؟ با هرچی بود ریختم تو. خب سروش کنیم. گوشتی هم موفق شدم. همه رو تونستم استفاده کنم ازشون. خب سینه مرغمون رو میذارم وسط. از این سس زردآلو، از این ماست و سبزیجاتی که درست کردیم من یه ذره میریزم این بغل. خب از این نخودامو میریزیم روش. جعفری خوشگل شد. کدو همین گوشه. فلفل کبابی های دودیمونم به شکل پراکنده میریزم این رو. چی برای پوری خانم درست کردم من. بریم. داره میاد در واکنه. سلام. میکروفونت روشنه؟ نه خیر. دوباره بست. بفهم. سلام علیکم. سلام علیکم. اونجا هم اومده بودی میکروفون خاموش بود؟ بله. غذاتون آماده کردم. مال منم حاضره. به 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 به. فقط میخواستم روش یه ذره پنیر رنده کنم. نه شما پنیر نداری که. دارم. اینجا پنیر بود. نه ولی برای شما نیست. صندلیت کو؟ صندلیم اینجاست. با هم بخوریم، از هر دوتا بچشیم. از دستپخت خودم با یه ذره بخورم دیگه. خلاصه کیا ریختی؟ من مقداری کدو، لوبیا سبز، اون هسته لیمو ترشه، اینم گوشت قلقلی تف داده، گوجه گوگولیای کوچولو، پیاز داغ، سیرم ریختم. و باقلی چی؟ باقلی هم ریختم. باقلی هم ریختی؟ آره. تو گوشت قلقلیات چی ریختی؟ یه ذره ادویه‌جات زدم. هم کدو توش داره، هم فلفل داره، ولی هویج توش نداره. من دورش گذاشتم برای تزیینش. تو هویج افتاده بود به قورت؟ آره. تو سبد من بود. اون سبد شما؟ آره. یعنی میخوای بگی من کلک زدم؟ نه والا کلک نزدم. شما چی ریختی توش حالا؟ مرغ با یه ذره مارمالاد زردآلو. آره اونو سوا درست کردم. بعد با خود زردآلو گریل کردم. یه سالاد ساده کدو، روغن زیتون، زردآلو با فلفل کبابی. اینجا هم نخود پخته‌ای که افتاده بود با جعفری و اینا. بعد جدا جدا چیز کن ببین چیه دیگه. ملسه. اون طعم زردآلو میاد زیر زبون، خوشمزه‌اش کرده. خوش ترکیب شده. تو سالادش هم چیز ریختم، زردآلو. خیلی خوشمزه است. عالیه. از این چیه؟ اون فلفل رو کباب کردم. این سس هم ریختی روی این؟ آره اون ترکیب ماست و سبزیجات و روغن زیتون و سیر. این ورم نخود و رزماری که تفت داده شده. با این چه طعم خوبی میده. با زردآلو. دیگه منم درست میکنم. یه ترشی داره. آب لیمو با تمر هندی. آها. تمر هندی هم توش بود. آها نه ترشیش از آب لیمو بیشتره. این خیلی در ساندویچ خوبه. خوب شد. خوشت اومد؟ خوشمزه. خودم تو خوردی از این؟ نه. ترشه؟ یه تیکه انداختی. یکی دو تاشو. شما هسته نگرفتی؟ یکی دو تا رو هسته نگرفتم. سخت بود هسته در آوردنش. خوبه. هستشو در میاری. بول خانم جانم. دست شما در نکنه. نوشه جان. پیشرفت محسوسی بود از رشته خوشگار. آره والا. به پای اون نمیرسید. رشته خوشگار. ما یه بار دیگه دوباره بریم. تو خدا حرف اونه دیگه نه. بریم تمرین کنیم درستش رو. نه من دیگه اصلا از رشته خوشگار بدم اومد. یه اسمی بذار. خوراک میشه گفت. یه نوعی از خوراکه.
نه منظورم این نیست که به موادش آدم اشاره کنه. پس به چی؟ یه اسم مثل بچت داری یه اسم میذاری. من در آورده، از یخچال در اومده، چه میدونم یه اسمی براش بزن دیگه. برای بچت میگه. آره بچه نه، بچه من کتاب بخونم اسم پیدا کنم. خوراک سالم. آفرین. اون سالم رو بهش اضافه کردیم یه اسم جدید شد. درسته؟ چرا پدر مادر داره بابا، نمیشه که نداشته باشه. یعنی اسم غذای تو شد خوراک سالم. خوراک سالم. البته روغن هم داره، نمیشه گفت سالم. خوراک کمی تا حدودی سالم. آفرین. این میشه اسم جدیدش. هم مال تو هم مال من. یه دفعه اینو درست میکنی میگه خوراک کمی تا حدودی سالم، یه دفعه اینو درست میکنی. بعد چجوری بفهمن کدوم یکیشه؟ خوراک کمی تا حدودی سالم با زردآلو، خوراک کمی تا حدودی سالم بی زردآلو. خوبه؟ آره خوبه. ما رفتیم تا برنامه بعدی هفته بعد، جمعه بعد شاید وقت نشه. بیا دیگه. نمیتونم بیام. بگو دیگه، قطعی بگو. نه قطعی که نمیتونم. بای بای. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. سابسکرایب. به